Ladies, gentlemen, and my dear friends, welcome back to one of our short videos. So, guys, today I'm going to talk about the difference between these two prepositions, in and on. If you want to learn this video, just watch this video with full attention. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نهایت عزیزم، بسیار زیاد خوش آمدین دوباره به چینل خودتان. دوستای عزیز، امروز من میخوایم در مورد تفاوت از این دو تا پروپوزیشنی که روی تخته نوشتیم، این و آن صحبت کنم. در ویدیوی قبلی که دوستان ما در مورد پروپوزیشن ها ریکارد کرده بودیم، بعضی از دوستا پرسان کردن که در مثلا این و آن چی تفاوت داره، در وسایل نقلیه تفاوتشون چی هسته. دوستای عزیز، من آمدم در این ویدیو تا این براتون تفاوت از این دو تا را براتون بگویم. اگر شما میخواین که از کسایی باشین که ویدیوهایی را که ما آپلود میکنیم اولین کسایی باشین که برای اولین بار در دسترستان قرار میگیره، شما میتونین چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و زنگوله فالوشان هم فشار بدین. و اگر شما میبینین که واقعا ویدیوهای ما دلچسب است و دوستایتان هم نیاز داره، شما میتونین که این ویدیوها را برشون شیر کنین. قسمی که قبلا گفتم تفاوت بین این و آن چی است. خب دوستای عزیز، تفاوت در وسایل نقلی، در وسایل حمل و نقل یا در ترانسپورتیشن این هست که اگر در داخل شما میتونید در داخل یک از این وسایل یا یک از این اراده ها استارت شوین و قدم بزنید در داخلش، شما پس از پروپوزیشن آن استفاده میکنید. و اگر در داخل از او شما استارت شدن نمیتونید و قدم زدن نمیتونید و مجبور هستین که خم شین داخلش بشین، از پروپوزیشن این استفاده کنید. بعضی از مثالایش دوستای عزیز من اینجا براتون نوشته. مثلا اپلین، شما میتونید در داخل یک طیاره میتونید به راحتی قدم بزنید و همچنین میتونید که استفاده شین. همینطور از شیپ، بس در داخل یک ملی بس هم میتونیم ما استفاده شیم، ترین، بایسیکل. دوستای عزیز، در مورد این شما دوستای عزیز تاکسی، شما در داخل تاکسی استفاده شدن نمیتونید. دوستا مجبور هستین خم شین بعد بشینید. مثلا attract or هلیکوپتر، در داخل هلیکوپتر همچنان شما نمیتونید بشید، همچنان یک موتور. دوستای عزیز، این بود از تفاوت بین این دو تا پروپوزیشنی که ما براتون گفتیم. و برای تماشای ویدیوهای بعدی و اگر میخواین که واقعا ما رو حمایت کنین، پس سابسکرایب از یادتان نره.